خب در این تست گفته شده که در یک ظرف در بسته نیم مول از این SO2 Cl2 به طور کامل تجزیه میشه. یعنی چی به طور کامل تجزیه میشه؟ یعنی همش مصرف میشه. خب وقتی همش مصرف میشه یعنی از این نیم مولی که اینجا وجود داره کلش به این دوتا تبدیل میشه. یعنی نیم مول این و نیم مول این، نیم و نیم. خب بعد گفته که 8 و 4 مولم به ترتیب از اینا دوباره وارد ظرف میشه. 8 اینم 14. و گفته که 50% اینا تجزیه میشه. یعنی بازدهشون 50، یعنی نصف هر کدوم از اینا تجزیه میشه. نصف این تجزیه بشه میمونه 14 و نصف این تجزیه بشه میمونه 2. حالا چقدر از این تولید میشه؟ ضریب این 2، اینم 2. خب چقدر از این باقی مونده؟ 14. یعنی اینقدرش هم از این داره تولید میشه. 14 از این تولید میشه، نیم از این و نیم هم از این. اینم که کلا نیمش میشه 0. چرا؟ چون 100% مصرف میشه. خب گفته که چند درصد کلا این گازها رو SO2 تشکیل داده. خب SO2 که داره اینجا تشکیل میشه چقدر؟ نیم مول ایناش. خب نیم رو میذارم بالا تقسیم بر اون یکی گاز ها. نیم از این دارم، 14 از این، 2 از این، 14 از این و نیمم خودش. یعنی یه دونه نیم خودش، یه دونه نیم Cl2، بعد یه 14 دوباره یه 14 دیگه و در نهایت یه دونه هم 2. کلا جمع میبندی نیم به روی این یکی هم چقدر میشه؟ نیم با نیم 1، اونم 14 با 14 8، 1 و 8 اونم 2. نیم به روی 2 میشه 25 صدم و اگه 100% رو در نظر بگیرم میشه 25%. پس این میشه گزینه دوم. به همین راحتی میشه این تست رو حلش کرد. فقط بازده درصدی اینجا 50% بود که نصف اینا باقی میمونه، ولی بازده اینجا 100% بود. چرا؟ چون گفته واکنش کامل انجام میپذیره. وقتی کامله یعنی بازده واکنش 100 و کل این واکنش دهنده تو تبدیل میشه به این دوتا فراوردی.